سلام بینندگان عزیز، من عبدالله اشرف هستم در پخش مستقیمی برنامه خبری همراه شما. امروز دوشنبه 3 دکبر است. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز که طی 15 دقیقه تقدیمتان می شود. تویوتا به تنگم برخورد، 2 نفر هلاک شدند. در شهر خروغ بر اثر صدمه 2 مسافری تنگم به دریا افتاد. یکی یافت شد، جستجوی جسد دیگر ادامه دارد. 700 شهروند تاجیکستان در 15 سال قربانی خرید و فروش انسان شدند. قربانیان قاچاق انسان در تاجیکستان به چی نیاز دارند؟ و هدف ما هم همین است که حکومت‌های کشورهای منطقه سری مکالمه نشینند و در این سمت کار بکنند. امتیاز در کار نشد. چرا تاجران ازبک بازار خاصه برای آنها تأسیس شده را در اسفره ترک کردند؟ رسامش قیمت شد. سونی با اخراجی دیپارچه کردند. مقامات قدرتی تاجیکستان یک افسر نیروهای مرزبانی را در خروغ پس از صدمه نقلیاتی که باعث هلاکت 2 نفر گردید بازداشت کردند. در حادثه شب 1 دکبر در شهر خروغ خودروی تویوتا رفی افسر نیروهای مرزبانی با نقلیات مسافرکش تنگم برخورده است. مقامات میگویند در این زمینه تحقیقات شروع شده است و سببهای اصلی صدمه معین کرده می شود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه. یک افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان در شهر خروغ در پی یک صدمه نقلیاتی که باعث مرگ 2 نفر گردید بازداشت شد. حادثه شب 1 دکبر در محله نیروگاه پامیر شهر خروغ رخ داده است. یک منبع معتمد در مقامات انتظامی بر رادیوی آزادی گفت این افسر پس از این حادثه بازداشت گردید. در این حادثه 2 نفر به هلاکت رسیدند که جستجوی جسد آنها در کانال ادامه دارد. نیازعلی قنبروف معاون رکتور دانشگاه دولتی شهر خروغ بر رادیوی آزادی گفت یکی از قربانیان دانشجوی این مؤسسه می باشد. این به خانه رفتنی شده است و در طرف همون میکرورایون گیست که در خانه خیشان زندگی دارد. همون طرف رفته است و ماشین بالا آمده است از طرف نوای شغلان سوچون بعد راه صدمه شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند فعلا یک کمیسیون برخورد ماشین رفتار افسر نیروهای مرزبانی و مسافرکشی تنگم را در شهر خروغ تحقیق دارند و سببهای اصلی سر زدن حادثه را معین خواهند کرد. در شهر خروغ از 2 ماه به این طرف پاسگاه‌های پلیس عمل میکنند که به گفته مقامات هدف از فعالیت آنها این تامین ولایت قانون می باشد. تا حال مقامات در این باره حادثه برخورد رسما یگان شرح ندادند و اسم افسر بازداشت شده نیز فاش کرده نمی شود. این هم در حالی است که خبرگزاری فرگانه نیوز خبر داده است که یک گروه ساکنان خروغ پس از این حادثه میخواستند افسر را خودسرانه محاکمه کنند و پلیس مانع کار آنها شده است. مولا رجب یوسفی برای یوسفی آزادی دوشنبه. بیننده ارجمند، تحولات این صدمه را همکاران ما پیگیری دارند. با تازه ترین خبرهای شهر خروغ شما را در نشرهای بعدی آشنا خواهیم کرد. ترکیه، روسیه، امارات متحده عرب و افغانستان این فهرست کشورهایی است که بیشتر شهروندان تاجیکستان مورد خرید و فروش و استثمار کاری و شهوانی قرار میگیرند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها در 10 ماه سال روان 49 نفر را با جرم خرید و فروش انسان دستگیر کرده است که بیشتری آنها زنانند. کیها و با چه هدف شهروندان تاجیکستان را به خارجیان میفروشند؟ ادامه موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی از شهر دوشنبه. سازمان جهانی مهاجرت میگوید در طول 15 سال فعالیتش در تاجیکستان بیشتر از 700 نفر شهروندان تاجیکستان را به صفت قربانی قاچاق انسان شناخته است. این آمار در حاشیه نشست در دوشنبه گفته شد که موضوع قاچاق انسان در کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان مورد بررسی قرار داشت. این تعداد شهروندان تاجیکستان برای کمک به نمایندگی‌های سازمان جهانی مهاجرت مراجعت کردند. البته قسمتی از مردم و ساکنان تاجیکستان در مهاجرت مهنتی است. متاسفانه در ضمن تعدادی از آنها با حادثه‌های قاچاق انسان مواجه می‌شوند. مشکل قاچاق انسان نه تنها در افغانستان بلکه کشورهای آسیای مرکزی به مشاهده می‌رسد و هدف ما هم همین است که حکومت‌های کشورهای منطقه سری مکالمه نشینند و در این سمت کار بکنند. کشورهای اصلی مهاجرت شهروندان روسیه، جمهوری‌های دیگر اتحاد دولت‌های مستقل، ترکیه، خلیج فارس نام برده می‌شود. معمولاً در همین کشورها بیشتر مورد قاچاق انسان و استثمار قرار می‌گیرند.
ҳамчунон афғонистони ҳаммарз бо тоҷикистон аз кишварҳои дигаре ҳаст ки ҳодисаҳои қочоқи сокинони тоҷикистон дар ин кишвар сабт шудааст ва аммо омори дақиқи мавридҳои гирифтории шаҳрвандони тоҷикистон ба ҳодисаҳои қочоқи инсон дар афғонистон гуфта нашуд. بوده اما از توسط ادارات افغانستان توسط برشان کمک صورت گرفته مثلا خصوصا در بعضی مواردهایی که خصوصا از بخش از کشور همسایه ما تاجیکستان афғонистон як кишвари ноамни ҳамсояи тоҷикистон ва осиёи марказӣ аст ва эҳтимоли афзоиши мавориди қочоқи инсон аз кишварҳои минтақа дар афғонистон зиёд гуфта мешавад. дар зимн роҳи муассири мубориза бо қочоқи инсон муколамаи мақомот ва табодули сареи иттилоот дар ин маврид гуфта мешавад. тибқи иттилои ахири вазорати дохилаи тоҷикистон дар 10 моҳи соли ҷорӣ 49 нафар бо ҷурми қочоқи инсон дастгир шуданд ки аз ин 5 нафар мард ва 44 нафар зан мебошанд. 90% дастандоркорони қочоқи инсон занон гуфта мешавад. аз шумораи умумии қурбониёни ҷинояти қочоқи инсон 36 нафар зан ва 10 нафарашон тифл буданд. пас аз барҳам хӯрдани низоми виза اوج گرفتن روابط و تجارت میان ساکنان تاجیکستان و ازبکستان، مقامات در ناحیه اصفرای ولایت سوخت برای تاجران ازبک مخصوص بازار را با نام نوبهار تأسیس دادند. در این بازار تنها تاجران ازبک در رسته‌های آن مالهای خود را به فروش می‌آوردند. اما سودا دیر دوام نکرد و پس از 3 ماه تاجران ازبک بازار را ترک کردند. چرا تاجران ازبک از این بازار اصفره رفتند؟ ادامه موضوع در گزارش همکارم شهلا عبداللهی و کیومرسی عطا. این بازار شهر اصفره تا 3 ماه پیش ارزانترین و سر آدم بود. آن را بهار امسال برای تاجران ازبکستان و تاجیکستان تأسیس دادند، اما تنها 3 ماه فعالیت کرد. موضوع سال دقت کردیم چخیل رسمش قیمت شد. سانی با یخچال دی پارچه کردن. سیمت موضوع بیامون در آورد. بعد سیمت سون با استال کردیم. چی گفتن خودشون گفتن رسمش قیمت احساس گفتن. 3 ماه پیش در اینجا نزدیک به 100 نفر تاجران ازبک فعالیت می‌کردند. شروع از محصولات غذایی تا جارو و گلها را پیدا کردن امکان داشت. سیبتای کریم باب کارای کردم چه کرده بود. جای خوابشون بود. همش چک به پول اینجا با ازبک‌ها همش. داناخان نظیر و یکی از فروشنده‌های بازار نوبهار بود. بعد از آنکه هموطنانش ترک بازار نوبهار کردند، اون نخواست مزاجانش را در تاجیکستان از دست بدهد. به بازار مرکزی شهر اصفره آمد. در اول سودا نقض بود. بعد برای بعضی ها مشکلی بر رسمیت ضروری گمرکی پیش آمد. بعدا خریدارانمان کم شدند. اینجا سودایمان خوب است. حالا به مثل داناخان بعضی از تاجران ازبک راههای نوی تجارت خود را میکابند در یک کنار بازار مرکزی شهر اصفره جای گرفتند. بازار نوبهار که چون رمز تجدید مناسبات تاجیکستان و ازبکستان باز شد، اکنون خالی مانده است. مردم آمده میپرسند. هم یه پرسیدن ازبکا چه نامسا پرسیدن. نمیشه پلکتای دید ازبکای زده مونده گیشن. نامسا برافسیدن. دلیل بسته شدن این بازار را مسئولان حکومت شهر اصفره در رقابت پذیر نبودن مال و کالای تاجران ازبک ارزیابی کردند. به قول آنها تاجران ازبک به دلیل پیدا نکردن خریدار خود نخواستند کارشان را ادامه بدهند. با باز شدن مرزها محصولات ارزان ازبکستان به تاجیکستان ریخت، اما تاجران میگویند با گذشت وقت نظام سودا سخت‌تر و جوش و خروش کمتر شد. ضمناً همین لحظه ها به دست ما خبری تازه رسید که به ساکنان ناحیه اصفره ربط دارد. در پی تغییرات کادری که امروز رئیس جمهور امامعلی رحمان در مقامات وزارت امور داخله به عمل آورد، گنرال شاه اسکندروف از وظیفه رهبر شعبه کارهای داخلی شهر ترسونزاده آزاد و سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه با قرقیزستان همسرحدی اصفره تعیین کرده شد. بیننده ارجمند در مورد تفصیلات دیگری تغییرات کادری در وزارت امور داخله برایتان در نشر نوی برنامه بامدادی اطلاع خواهیم داد. یک جفت دلداده در امریکا پس از 10 سال همزیستی بالاخره قرار کرد که ازدواج کنند. داماد برای عروسش انگشترین خریده در میدان تایمز اسکوئر شهر نیویورک به دلداده‌اش پیشنهاد ازدواج کرد. اما در این اثنا انگشترین به چاه آبو کورز افتاد. ادامه قصه را در گزارش همکارم خیرامان بقازاده بشنوید. پلیس شهر نیویورک جفتی عاشقانه را پیدا کرد که روز جمعه 30 نوامبر در میدان معروف تایمز اسکوئر با نیت برپا کردن عائله
عهد بستند. جستجوی عاشقان بعد آن شروع شد که در لحظه‌های بسیار مهمی عرض محبت و دلبستگی جوانان انگشتری مراسم فاتحه به قبور آبگذر افتاد. رسم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها این است که در مراسم فاتحه داماد آینده به نامزدش انگشتری تقدیم می‌کند. روز یکشنبه پلیس نیویورک در صحیفه‌اش در شبکه توییتر نوشت که خادمان آنها نیز در جستجوی انگشتری مراسم فاتحه این جفت بریتانیایی همراه شدند. توجه پلیس به این جفت عاشقان از آنجا کشیده شد که 2 نفر تلاش داشتند در قبور آبگذر میدان سیرآدم تایمز اسکوئر انگشتری افتاده را پیدا کنند. حادثه شب 30 نوامبر رخ داد و صحنه تلاش‌های بیرون آوردن انگشتری از داخل قبور در کامراهای خیابانی ثبت شد. ولی در ویدیو صحنه پیشنهاد انگشتری و هم عرض محبت کردن جوان دیدن نمی شود و تنها حالت در زانو نشستن او ثبت شده است. پلیس گفت که بعد این حادثه همچنین در تلاش پیدا کردن جفت عاشقان شد. بالاخره روز یکشنبه در خبر پلیس گفته شد که انگشتری ناپدید شده پیدا شد و به صاحبانش برگردانیده می شود. چند ساعت بعد جان و دانیل از شهرک پیتربوروی شهرستان کمبریجشیر بریتانیا از خود خبر دادند. جان و دانیل دوام 10 سال اخیر با هم بودند و در جریان بازدید اخیر از نیویورک جوان تصمیم گرفت که نهایت بعد دوست دخترش پیشنهادی برپا کردن عائله کند. انگشتری طلای آرا یافته با سنگ‌های قیمت بها دوام 2 روز در کیسه جان بود و نهایت وقتی او خواست در یک محیط زیبا و خاطرمند به دانیل پیشنهاد عروسی کند، انگشتری به زمین و از آنجا به قبور افتاد. در شهر کولابی ولایت ختلان تاجیکستان یک گروه جوانان معیوب که با عرابچه راه می روند دسته بسکتبال تأسیس داده با هم رقابت می کنند. بازیگران این دسته همگی با عرابچه های مخصوصی ورزشی در میدان قوه آزمایی می کنند. همکارمان در شهر کولاب محمود جان رحمتزاده بازی این دسته را از نزدیک مشاهده کرد و این گزارش را آماده ساخت که حالا آن را با هم می بینیم. قوه آزمایی 2 دسته بسکتبال غیرت دوشنبه و امکان شهری باختر در دانشگاه کولاب برگزار شد. در حاشیه یک برنامه گسترده ترغیباتی مؤسسان این تیم ها می خواهند در منطقه های تاجیکستان شخصان امکانیتشان محدود را به بسکتبال جلب سازند. جوان معیوبانی که جوان در همه ناحیه‌ها هستند بگذار به ورزش مشق و ورزش تمرین مشغول باشند و سلامتی خود را هم برقرار کنند. این تیم ها با تلاش های خصوصی ورزشگران تأسیس یافتند. این جوانان را از ناحیه های گوناگون تاجیکستان جمع کردند. مربی ها میگویند حالا با برگزار کردن این گونه مسابقات میخواهند زمینه برای رشد تیمی پارالیمپیایی تاجیک به وجود آورند. مقصد داریم در آینده برای اشتراک کردن در مسابقه های رسمی و غیر رسمی در بیرون از خارج کشور اشتراک کنیم و همین ورزش نمود خود را در آنجا معرفی کنیم. ورزشگران مقصد دارند سری هر ماه به گوشه و کنار تاجیکستان سفر کنند و آنجا جوانانی با استعداد را به این نوع ورزش ترغیب نمایند. مقصد این است که در تمام نواحی تاجیکستان تیم های همگون دوشنبه و باختر تأسیس یابند. من می‌خواستم که همون شخصان متصدی و کارها هم دستگیری کنند و ورزش ما پیش برند. حالا ورزشگرانی که در تأسیس تیم‌های بسکتبال تشبث نشان دادند از حساب مبلغ‌های خودی و دستگیری تشکیلات‌های بین‌المللی فعالیتشان را به راه ماندند. آنها امید دارند این جوانان روزی از روزها از خود درک خواهند داد چون که غیرت و امکانیت را در آنها دیدند. روز یکشنبه در پایتخت گرجستان هزارها نفر بر ضد پیروزی نامزد حزب حاکم سلام زورابیشویلی در انتخابات پرزیدنتی این کشور اعتراض کردند. به عقیده آنها این انتخابات پر از تقلب بود. با همین خبر رسیدیم به پایان برنامه امروز. اگر شما میخواهید خبر و گزارش های این بیشتر را پیدا نمایید، پس شما را دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک آدنا کلاسیک هم برای شماست.